بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و بزرگوارم، بینندگان عزیز و گرامی، در هر گوشه از دنیا که هستید امیدوارم خوب باشید و صحتمند باشید و الله متعال سبحانه و تعالی من و شما و تمام امت اسلامی را در حفظ و پناه خود داشته باشه. دوستان عزیز و بزرگوارم، در این برنامه به یکی دیگر از موضوعات خواهیم پرداخت که متصل است و پیوسته است به قضیه ما قبل و برنامه‌های گذشته ما. برنامه سراب شبهات هست و همچنان که می‌دانید در دو برنامه گذشته پیرامون جنگ فکری صحبت کردیم و گروه‌ها و جریان‌هایی که جنگ فکری را برای امت اسلامی و بر علیه امت اسلامی چیده‌اند در مورد آنها صحبت کردیم و برخی از اهداف اینها را هم مورد بررسی قرار دادیم و صحبت کردیم تا اینکه برای امت اسلامی بیداری باشه و امت اسلامی دوست و دشمنشان را از هم فرق بکنند و بشناسانند و بفهمند که چی کس برایشان دوست است و چی کس برایشان دشمن می باشد. دوستان عزیز و بزرگوارم، برخی از این اهداف حقیقتاً خیلی واضح و شفاف، همچنان که گفتیم آشفته ساختن اذهان مردم از طرق مختلف و همچنان اختلاف انداختن در میان مسلمان ها و گسترش دادن مسائل ناسیونالیستی و فاشیستی برای اینکه امت اسلامی را یک امت ملیگرا و امت فاشیست و قوم پرست و به تعبیری وطن پرست آنها را معرفی بکنند و حتی در این تلاش ورزیدن که برایشان برخی از احادیث دروغ را بسازند و به خورد امت اسلامی بدن و بگن که حب الوطن من الایمان، در حالی که این حب الوطن من الایمان حدیث دروغه و به دروغ به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده. از همچون راه‌ها برای شستشو دادن مغزی مسلمان ها برای اینکه امت اسلامی را یک امت کوچک و امت پارچه پارچه بسازند و معرفی کنند، امتی که هر کس به فکر خودش باشه و هر کس بگه کشور من، هر کس بگه سرزمین من، در حالی که همه مسلمانند و همه امت اسلام می باشند و همه ملت اسلام می باشند. تلاش برای زدودن اتفاق و اتحاد امت اسلامی که بنده در برنامه گذشته به این قضیه پرداختم. یکی دیگه از قضایا وارد کردن امت اسلامی در بحران هویت می باشه. دوستان عزیزم، بحران هویت به این معنا که برای انسان مسلمان و برای جوان مسلمان چنین وانمود کنن که تو ما قبلت مثل فعلنت این گونه سیاه بوده و کارنامه اسلام کارنامه سیاهی هست و اسلام در طول تاریخ جز جنگ و خونریزی و بدبختی برای جهان چیز دیگری به ارمغان نیاورده و جوان مسلمان را در یک ورطه هلاکت بیندازند، جوان مسلمان را در یک بدبختی دوچار بسازند که بله، توی جوان مسلمان هیچی از خود نداری و توی جوان مسلمان جز این که همیشه اگر ما نباشیم، اگر ما غربی ها نباشیم، تو هیچ هستی و تو هیچ کاره هستی و هیچ کاری کرده نمیتونی، تو ضعیف هستی، تو ناتوانی و ناتوانی های تو باعث میشه که تو از این حالتی که امروز جهان داره، از این پیشرفتی که امروز جهان داره از نظر تکنولوژی و از جهت تمدن، تو به اون سرحد نرسی و سرانجام به طرف بدبختی و به طرف شقاوت بری. جوان مسلمان دوچار بحران هویت میشه. بحران هویت، آره، بحران هویت به این معناست که جوان مسلمان همه
گذشته روشن و گذشته شفاف خودش را فراموش بکنه. در این میان تلاش وسیع صورت میگیره برای چی؟ برای اینکه امت اسلامی به شکل از اشکال متوجه گذشته خود نباشه و او را از گذشته او چیکار میکنن؟ غافل میسازن. به راحتی که تو گذشته روشن نداشتی و گذشته خوبی نداشتی، گذشته تو همینه که امروز در آن قرار داری. و همواره به ذهن جوان مسلمان میخوانند که تنها چیزی که توانست تو را به این حالت انحطاط قرار بده و از جهان عقب بمانی قضیه دین توست. اگر دین تو نمی بود تو به جاهای بلند و بالایی میرسیدی. متوجه شده؟ و این در ذهن جوان مسلمان یک بحران به وجود آورده و او را ناآرام میسازه. جوان مسلمان ناآرام میشه وقتی این حالت را میبینه، اما غافل از این که خیلی از اکتشافات و خیلی از آنچه که امروز جهان غرب از آن دم میزند برگرفته از اسلام است و یا اینکه مقدمات آن را توسط مسلمان ها برای آنها داده شده و اینها در جهان تاریکی وجود داشتند و قرار داشتند، در قرون وسطایی قرار داشتند، در حالی که امت اسلامی به اوج قدرت و به اوج تمدن بود و به اوج پیشرفت بود. شکی در این نداریم که امروز جهان غرب و جهان اروپا و آمریکا به صورت کلی جهان غرب امروز از نظر تکنولوژی در حد بالای قرار گرفته، ولی از نظر فرهنگی همچنان که میدانید در خیلی از قضایای اخلاقی، به خصوص قضایای اخلاقی، در ذلیل ترین حال وجود داره و اخلاقیات در میانشان متاسفانه در اکثر موارد صفر است و گاهی زیر صفر هست. چیزی به نام اخلاقیات وجود نداره، چیزی به نام احترام به پدر و مادر، احترام به دیگران و ارج گذاشتن برای دیگران متاسفانه وجود نداره. نمیگم در میان همه نیست، بلی هستن کسانی در میانشان، ولی من غالب یک جامعه را مطرح میکنم. ولی از نظر تکنولوژی بلی پیشرفت داره و در ذهن جوان مسلمان چنین وانمود میشه که تو از گذشته همین چنین بودی و فعلا هم این چنین هستی، در حالی که اگر جوان مسلمان از تمدن اسلامی مطالعه بکنه که مسلمان ها پیشقراولان و طلایه‌داران تمدن و پیشرفت و تکنولوژی بودند، اون زمان خیلی از مشکلات برایش حل میشه و خیلی از سوالات برایش پاسخ داده خواهد شد. ولی نمیخواهند که جوان مسلمان در یک فهم قرار داشته باشه و بفهمه که تمدن اسلامی عبارت از چیست. کتابهایی را در مورد تمدن اسلامی مطالعه بکنه. جالبه که امروز برخی از دانشمندان غربی خودشان اعتراف میکنن که ما خیلی از مسائل را مدیون مسلمان ها و کتب اسلامی و کتب مسلمان ها هستیم، علی رغم این که خیلی از کتب مسلمان ها را نابود کردن و از بین بردن. در جنگ‌های صلیبی شما میدانید که کتب مسلمان ها را در دریاها ریختاندند، تا جایی که در برخی از کتب میآید که رنگ دریا عوض شد به خاطر رنگ کتاب‌های مسلمان ها. ولی باز هم وجود داره، کتاب‌ها وجود داره. بعضی از اون کتاب‌ها را به نام‌های خودشان نوشتن بعد از این که امت اسلامی دوچار بحران شد، بعد از آن که کشورهای اسلامی توسط صلیبی‌ها و توسط استعمارگران توسط اینها استعمار شد، کشورهای اسلامی پارچه پارچه شد، تکه تکه شد، خلافت اسلامی از بین رفت. اینها شروع کردند تبلیغات بر علیه اسلام و تا به این سرحدی که امروز من و شما مشاهده میکنیم. جوان مسلمان در یک جهل نسبت به گذشته خود قرار داره، تاریخ را مطالعه نمیکنه، تاریخ را از منظر دشمنان اسلام مطالعه میکنه. برخی از جوانانی که در کشورهای اروپایی هستند تاریخ اسلام را از منظر یک مستشرق خاورشناس و از منظر یک غیر مسلمان و از منظر یک دشمن اسلام و اسلام ستیز و دین ستیز مطالعه میکنه. لذا هر دروغی به خوردش میدن که اسلام همینه،
و جوان مسلمان، برخی از جوانان خجالت میکشند، شرم میکنند که بگن ما مسلمان هستیم، چون در بحران هویت داخل شده. حس میکنه که هیچ چیزی برای افتخار کردن نداره. فکر میکنه هیچ چیز، چون از دو حال خارج نیست. یکی اینه که این از تاریخ بیخبره و یک شی دیگه اینه که از اسلام هم کلا بیخبره. و گاهی این دو شی با هم جمع میشه، هم از تاریخ خبر نداره، از گذشته خود خبر نداره و هم از اسلام خبر نداره و احساس شرمندگی میکنه. فکر میکنه که به هر حال دینش یک دین بدیه و گاهی باعث میشه که این دیدگاه و این طرز دیدگاه و این بحران فکری او را به جهت ارتداد و به طرف بیرون شدن از دین و خروج از دین بکشانه. در حالی که اگر جوان مسلمان تاریخ را مطالعه بکنه، خیلی دور نه، 200 سال 150-200 سال پیش مطالعه بکنه، ببینه که قدرت مسلمان ها در چی حدی بود، ببینه که مسلمان ها در چی حدی از قدرت قرار داشتن، ببینه که مسلمان ها چی تمدن داشتن. مسلمان ها تمدن و پیشرفت و شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی را برای آمریکایی ها و برای اروپایی ها و غربی ها یاد دادن، در حالی که اونها در یک قرون وسطایی زندگی میکردن، در یک حالت وحشتناک زندگی میکردن که کلیسا به جرم این که یک کس میاد یک اکتشاف علمی میکنه او را اعدام میکنه که تو خلاف مسیحیت حرف زدی. مسیحیت برای مردم خفقان میاره، برای اون مردم اروپا و آمریکا، ولی اسلام در اوج تمدن قرار داره. فرزندانشان را میفرستند در کشورهای اسلامی و پوهنتونها و دانشگاههای اسلامی برای این که یاد بگیرن و برن به کشورهای خود خدمت بکنن. اینها را برید از تاریخ مطالعه کنید جوانان عزیز، برید از تاریخ مطالعه بکنید، تاریخ زرین اسلام را مطالعه کنید، تاریخ گذشته خود را مطالعه کنید تا اینگونه احساس حقارت در برابر تکنولوژی امروزی اروپا و آمریکا نکنید. اما چرا کشورهای اسلامی، بعضی ها میگن این حرف را، میگن شما همش میگید برید به تاریخ، ما تاریخ امروز را بگید، از امروز حرف بزنید. شاید باورتان نشه، صهیونیستها هیچگاهی نمیگذارند که دانشمندان اسلامی و دانشمندانی که نام اسلام را بر خود داشته باشند اونها را زنده نمیگذارند، از بین میبرند. این یک. ثانیاً فکر و اندیشه و اندیشیدنی که در میان جوانان مسلمان فکر نمی کنم در میان غربی ها و اروپایی ها باشه، اما متاسفانه این فکرها کشته میشه، این فکرها از بین میره. کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اسلامی مسلمان ها را به حالشان وانه میگذارند. شما ببینید در کشورهای مختلف اسلامی، ایران، افغانستان، تاجیکستان، بارها خودتان حتی از طریق رسانه های غربی و غیر رسانه هایی که اجیر غربی ها هستند میدانید که بعضی از جوانان ما هواپیما ساختند ولی کسی برایشان توجه نکرد. برخی از جوانان ما ربات ساختند، کسی برایشان توجه نکرد و آنها را کوبیدن، آنها را از بین بردن یا کشتند یا آنها را خاموش کردند، یا کسی دنبال این نرفت که اونها را درست تمویل بکنه تا اینکه بتونن در یک حدی به خودشان را برسانند. این همه حالات دوستان عزیز و بزرگوارم، استعمار اجازه نمیده برای این. مسلمان ها را به حال خودشان نمیگذاره. کشورهای اسلامی را ناامن کردن، جوانان اسلام و جوانان مسلمان را فریب داده به کشورهایشان پناهنده ساختند، از اونها در اونجا استفاده میکنن، در حالی که در کشور خودشان همین غربی ها در کشور خودشان جنگ بپا کردن، خون و خونریزی برا انداختند. بعد میای برای جوان مسلمان میگه تو هیچ چیزی نداری. خود تو نمیگذاری که، تو که نمیگذاری که مسلمان ها نفس راحت بکشن. معادن مسلمان ها را میدزدن، برای خودشان مصرف میکنن، جوانان مسلمان را از بین میبرن. هر جوانی که دارای فکر و اندیشه باشه و هر جریانی که برای وحدت امت اسلامی کار کنه او را از بین میبرن، اجازه نمیدن کار بکنه. امت اسلامی را به جان هم انداختن.
ویروس رفض را در جهان و در کشورهای منطقه به وجود آوردن. ویروس و میکروب ولایت فقیه به وجود آوردن که امت اسلامی را قرار نمیگذاره. یکی از ویروس های بسیار وحشتناک همین ویروس ولایت فقیه است که امروز جهان اسلام را ببینید به چی حالت آورده. مسلمان ها را تکه تکه کردن، به هر جا تروریست های آنها حضور دارن، اجازه نمیدن و از دروغ ظاهرا خودشان را درگیر میکنن، یک بار با آمریکا و یک بار با این و یک بار با آن، که بدون شک و تردید من یقین دارم آمریکا و اروپا بدون اینها نمیتوانست موفق بشه که این برنامه ها را در کشورهای اسلامی به وجود بیاره و نمیتونه، هم در آینده هم نمیتونه تا برنامه هایش کامل نشه این ویروس را از بین نمیبره. این را همیشه یادتان باشه. تا زمانی که برنامه های صهیونیستی و برنامه های غربی برای غربی سازی کشورهای اسلامی صورت نگیره، عملی نشه، این ویروس را از بین نمیبره. دروغ میگن، سر مسلمان ها شیره میمالن، فکر میکنن مسلمان ها نمیفهمند. مسلمان زیرکه، دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشه. این قول رسول الله صلی الله علیه و سلمه. میفهمیم این مسائل را، درک میکنیم. کشورهای اسلامی را به جان هم انداختند، کشورهای اسلامی را تکه تکه کردند، امت اسلامی را بیچاره و در بدر کردند، آنها را فقیر کردند، از کشورهای آنها کشیدند، بر سر آنها خمپاره ها ریختاندند. بعد میآید به جوان مسلمانی که در اروپا زندگی میکنه، برایش میگه که شما گذشته ای نداشتید و امروز هم این حالت شماست. من میخواستم به این پاسخ بدم دوستان عزیزم که بعضی ها میگن ما گذشته را چی کار بکنیم. بله، گذشته روشنی داشتن مسلمان ها، بله درست غربی ها از ما استفاده کردند، از علوم ما استفاده کردند، از مناهج اسلامی استفاده کردند. از امروز بگو، از امروز میگویم که دشمنان اجازه نمیدن، از امروز میگویم که جوانان مسلمان را از بین میبرن، از امروز میگویم که امنیت و آسایش برای مسلمان ها نمیگذارن، از امروز میگویم که مسلمان ها را آرام نمیگذارن که تا برای خودشان فکر کنن. و در هر جا، در هر کشور شما میبینید جواسیس اینها و اجیران اینها و نوکران اینها برای در هم کوبیدن مسلمان ها و برای تجزیه امت اسلامی همواره تلاش میکنن، همیشه کوشش میکنن. اجازه نمیدن برای جوان مسلمان، اجازه نمیدن برای مرد مسلمان و برای زن مسلمان که در مورد خود و در مورد آینده خود و در مورد خوب شدن سرنوشت خود فکر بکنه و بیاندیشه. اصلا فرصت فکر کردن را از او گرفتن. جنگ فکری تنها به همین نیست دوستان عزیز و بزرگوارم. خیلی از مسائل که اینها را در حقیقت مسلمان ها را در هم میکوبند، مسلمان ها را از بین میبرند، مسلمان ها را بیچاره کردند، مسلمان ها را در بدر کردند و مسلمان ها را خاک به سر کردند. بعد میآیند براحتی بر علیه مسلمان ها تاخت و تاز میکنند، براحتی بر علیه مسلمان ها حرف میزنند و میگن که شما نه تمدنی دارید، نه گذشته‌ای داشتید، نه روشنی دارید، نه در گذشته و نه در حال. دوستان عزیزم، دوستان جوان، دقت کنید روی این قضایا. یکی از برنامه‌های جنگ فکری همینه، از تمام وسایل دست داشته خود که ان شاء الله من در برنامه آینده در مورد وسایل اینها صحبت خواهم کرد، وسایلی که برای جنگ فکری اینها به کار میگیرن، تا اینکه بفهمیم وسایل اینها را. از تمام وسایل دست داشته خود بر علیه هویت اسلامی تو تلاش میکنن، میکوشن تا اینکه هویت اسلامی و ملی و حتی ملی تو را از بین ببرن. امروز ما میبینیم مثلا از نظر ملی، هویت ملی، هر ملتی و هر سرزمینی، هر جغرافیایی برای خودش، یک منطقه جغرافیایی برای خودش یک سری رسم و رسومات داره، یک سری به هر حال فرهنگ ها داره، ولی میبینین که امروز بر علیه اینها کار میشه. حتی بر علیه هویت ملی سرزمین های اسلامی کار شده و کار میشه، به شدت کار میشه. توسط کی؟ توسط همین فرزندان ناخلفی که رفتن در کشورهای اروپایی و یا به خاطر چند دلار و به خاطر چند حالا
هر نوع پولی که باشه. به خاطر دنیا شروع میکنن بر علیه هویت اسلامی و بر علیه هویت ملی خودشان و پدرانشان و ملتشان کار میکنن. خیانت میکنن به خودشان، خیانت میکنن به دینشان، خیانت میکنن به ملتشان، خیانت میکنن به سرزمینشان، در نوکری دشمنان اسلام قرار گرفته و بر علیه اسلام 24 ساعت کار میکنه. از تمام وسایل دست داشته ای که اروپا و غربی ها به دسترسش قرار دادن، این هم نفهمیده یا فهمیده متاسفانه بر علیه اسلام و بر علیه هویت اسلامی و هویت ملی مسلمان ها و سرزمین های اسلامی کار میکنن و تلاش میکنن. بله دوستان عزیز و بزرگوارم، به وجود آوردن بحران هویت یکی از ترفندها و نیرنگها و مکرهای دشمنان اسلام است که جنگ در حقیقت میشه گفت از ابزار و وسایل جنگ فکری هست. از ابزار و وسایل جنگ فکری هست. به وجود آوردن بحران هویت. دوستان عزیز و بزرگوارم، این یکی از اهداف اینها هست. اهداف دیگری هم دارند و اهدافی در گذشته هم در برنامه گذشته اشاره کردم. اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه برمیگردیم و انشاءالله حرفای خودم رو ادامه خواهم داد و یکی دیگر از اهداف اینها را به خدمتتان ارائه خواهم کرد انشاءالله. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حجاب، به خاطر حفظ عفت دستورهای جنبی هم داد. فرمود هیچ مردی با هیچ زنی تنها نباشند، تنها ننشینند، در یک اتاق نباید باشند، اگر ضرورتی شد خلوت نباید باشه. فرمود اگر یک مرد بیگانه با یک زن بیگانه در یک جا به سر ببرند، سومینشون شیطان است، ابلیس است. هرچند این ادعای پاکی کنند که ما بر خود مسلطیم، ما بر دلهایمون و بر نگاهمون کنترل داریم، ما پاک شدیم، تزکیه شدیم، نخیر. پیامبر اسلام فرمود اجازه ندارند. و همچنین فرمود هیچ مرد، هیچ زنی حق ندارد بدون محرم شرعی به مسافرت برود. مسافرت حج باشه، مسافرت عمره است، عبادت حج فرضه، عمره هم در بعضی صورت واجبه، سنت بیت الله، زیارت بیت الله. این حاجی هم میره به عمره و اون مرد هم میره، زن هم میرود به عمره. زن حق ندارد به مسافرت عمره برود. حالا بعضی از صورت ها هست که یه استثناءاتی بعضی از ائمه در شرایط خاصی قائل شدند، ولی بسیاری از ائمه من جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هیچ حالی اجازه نداد. حق نداره زن بره. وقتی نباید بره به سفر حج، نباید بره به سفر عمره، این زن چطوره میتواند برای تفریح با عده‌ای که حالا فامیلش هم باشن، حتی برادرش شوهرش هم باشه، حق ندارد برود به سفری که 3 روزه و در یه روایتی 1 شبانه روز باشه. این چرا؟ به این خاطره که زن همیشه مسئولیت بیابد، عفتش محفوظ شود.
با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. و از آنچه که امت اسلامی را بحران هویت میکنه که قبل از میان برنامه پیرامون بحران هویت صحبت کردیم، قضیه بیگانه ساختن آنها با زبان عربی است. امروز در این عصری که ما زندگی میکنیم به شدت با زبان عربی دشمنی میشه، به شدت و به غلظت با زبان عربی دشمنی میشه و این دشمنی با زبان عربی از دیر زمانی است که شروع شده، نه از حالا. از این عصری که ما زندگی میکنیم شروع نشده، بلکه سابقه داره. از دیر زمانی است که بر علیه زبان عربی شروع میشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ قبل از این که من وارد دلیلش بشم اجازه بدید که چند مقدمه را باز کنم. حالا بعضی از دوستان نگن چند مقدمه، اجازه بدید که چند مقدمه را باز کنم برای فهم بیشتر این قضیه. اولا، فرق است میان عربی و عرب. امروز زیر نام عرب ستیزی، به خاطر که کشورهای عربی مختلفه، کشورهای عربی زیاده، هر کس که عربی صحبت بکنه به جایی که اون شخص مورد اتهام قرار بگیره و مورد هجوم قرار بگیره، مستقیم سر زبان عربی هجوم میشه. باید ما فرق میان عربی و عرب را بفهمیم و فرق در میان کشورهای عربی، کشورهای خلیج عربی به صورت کلی، کشورهایی که در منطقه عرب نشین زندگی میکنن، تفاوت اینها را هم بفهمیم. ظلم نکنیم برای یک کشور به خاطر عملکرد یک کشور دیگر. و متاسفانه امروز این حالت هست که من بعداً وارد این قضایا هم میشم. اما آنچه که در این قضیه برای من مهمه و در اینجا مهمه دوستان عزیزم، تفاوت میان زبان عربی و تفاوت میان کسی که عربی صحبت میکنه و عربی نژاده و عرب هست، نژادش عربه، جنش عربه. فرق در میان اینها، باید این تفاوت ها را ما بفهمیم. این یک. دوما گفتم از دیر زمانی است، به خاطر اینکه موضوع بیشتر قابل فهم باشه. از دیر زمانی است. مثلا بعد از سقوط خلافت عثمانی در ترکیه، اتاتورک میه سر کار، مصطفی اتاتورک. این آدم از همان غالیان و افراطیون علمانی ها یا سکولار هاست و به شدت بر علیه اسلام کار میکنه و حتی به دموکراسی که غرب معتقد نیست. یکی از افراطیونه و خدمت بزرگی را برای غرب انجام میده، خدمت بزرگی را برای جهان غرب انجام میده، خدمت‌های بزرگ، البته نه یکی نه دوتا، زیاد. از جمله خدمت‌هایی که برای جهان غرب میکنه اینه که زبان عربی را کاملا از ترکیه از بین میبره. غیر از این که مثلا بر علیه اسلام کار میکنه و اسلام را از نظام میکشه بیرون، از سیاست میکشه بیرون و خیلی از جنایات دیگری که بر علیه اسلام صورت میده و صورت میگیره از طرف این آدم، از طرف این سکولار و ملحد، با زبان عربی دشمنی میکنه. حتی تا جایی که دوستان عزیزم چندین سال زبان عربی کاملا از داخل ترکیه میره بیرون، یعنی تا جایی که دستور داده میشه از طرف حکومت که اذان هم باید به زبان ترکی باشه. دقت کردید؟ حتی اذان باید با زبان ترکی باشه. اگر اذان با زبان ترکی نبود، با او تخلف، به عنوان یک تخلف با او برخورد قانونی صورت میگیره. باید با زبان ترکی باشه. و یقینا من، خب شما میدانید در هر جا
ملاهای درباری و آخوندک های درباری در هر جا هستن. حتی ای که یک کمونیست هم سر کار بیایه، یک چند تا آخوند دور برش هستن برای توجیه اعمالش، برای توجیه کارهایش. توجیه میکنن کارهایش، هر غلطی که بکنه میگن بله این اینجا هست، یک نص وجود داره. استغفر الله و اتوب الیه. از جیبشان در میارن، خلاصه از جیبشان در میارن. سیکولاریسم اسلامی، دموکراسی اسلامی مسخره کردن امت اسلامی را. 4 تا آخوند درباری جمع شده برای دموکراسی هم اسلامی تراشیدن، برای سیکولاریسم هم اسلامی تراشیدن، برای کمونیسم هم من مطمئنم که اینها اسلامی تراشیدن در گذشته و خواهند تراشین در آینده. من از این میترسم که روز اینها بیان بگن زنای اسلامی و زنای غیر اسلامی، نعوذ بالله. ترسم از اینه والله. از این مردم هر کاری میایه، هر کاری بکنن. روزی خواهد آمد که دزدی اسلامی، دزدی غیر اسلامی، قتل اسلامی، قتل غیر اسلامی. چی با دین شوخی میکنید؟ خجالت بکشید. امت اسلامی را به تباهی کشاندید با این حرفایتان. دموکراسی اسلامی، دموکراسی غیر اسلامی، سکولاریسم اسلامی، سکولاریسم غیر اسلامی. خب حرفم اینجا بود دوستان عزیزم.